سلام. در مجموعه پادکست های نقلنامه سعی دارم روایت های کمتر شنیده شده از تاریخ سیاسی، اجتماعی و هنری ایران و جهان را بازگو کنم. در سالهای آخر اقامت من در ایران، عبدالعلی وزیری یک کوچه پایینتر از من می نشست و ما اکثر اوقات همدیگر را می دیدیم. تابستانها روی ایوان خانه کوچکش که با کمک بنیاد پهلوی خریده بود، قالیچه‌ای می‌انداخت و تا پاسی از شب گذشته می نشستیم. یک شب گفت خبر داری پریشب چه شد؟ پرسیدم چه شد؟ گفت این مطلبی که میگویم کاملا خصوصی است. مبادا جایی درس کند. و بعد ادامه داد که پریشب اعلیحضرت اینجا بودند. ساعت 1 بعد از نیمه شب. تازه رفته بودم بخوابم که همسرم آمد و گفت عبدل بلند شو که مهمان داری. با عجله بلند شدم خودم را مرتب کردم و دم در رفتم. در تاریکی کوچه شاه را دیدم که تک و تنها ایستاده است. تا مرا دید گفت خوابم نبرد. گفتم یک سری به تو بزنم و چند ساعتی وقت کشی کنم. فوراً کنار رفتم و اعلیحضرت را به خانه دعوت کردم. شاه آمد و توی ایوان همانجا که من همیشه می نشستم به دیوار تکیه داد. پرسیدم چیزی میل دارید بیاورم؟ فرمودن شام صرف شده است. فقط اگر ویسکی داری کمی بیار. عرض کردم ویسکی ندارم، عرق هست. فرمودند همان را بیار لبی تر کنیم. رفتم از یخچال بطری عرق کشمش را آوردم و جلوی شاه گذاشتم با 2 تا خیار سبز که باقی مانده بود. اعلیحضرت گفتن سازت را بردار و بیار و بنشین روبروی من آهسته آهسته طوری که همسایه ها بیدار نشوند بزن و بخوان. فوری اطاعت کردم و رفتم سازم را آوردم و نشستم. سر شب تا را در دستگاه شور کوک کرده بودم. در همان دستگاه شروع به نواختن و خواندن کردم. یک وقت متوجه شدم و دیدم قطرات اشک از گوشه چشم اعلیحضرت سرازیر شده است. چیزی به صبح نمانده بود که اعلیحضرت عزم رفتن کردند. تا سر کوچه ایشان را همراهی کردم. آن موقع پرنده در خیابان پر نمیزد. سر کوچه اتومبیل کوچک شاه را دیدم با یک ماشین دیگر که 2 نفر محافظ ایشان را اسکورت می‌کردند. آن شب فرصتی شد تا قسمتی از مشکلاتم را برای اعلیحضرت تشریح کنم. سر کوچه موقعی رفتم فرمودند عبدل فردا برو پیش بهبهانیان و بگو به من تلفن بزنند. فردا صبح نزد بهبهانیان رفتم و او تلفن را برداشت و با شاه صحبت کرد. اعلیحضرت به او فرموده بودند این خانه که وزیری خریده اگرچه کوچک است ولی جالب به نظر می رسد. تنها عیبش این است که مبلمانشان خوب نیست. یک چک 100,000 تومانی در اختیارش بگذارید که مبل و اساس خانه بخرد. شاید در مورد آمدن شاه به خانه عبدالعلی تردیدی داشتم، اما چک 100,000 تومانی بنیاد را شخصا در دست او دیدم که به نامش صادر شده بود. از کتاب خاطراتی از هنرمندان نوشته پرویز خطیبی به کوشش خانم فیروزه خطیبی، نشر معین. بشنو از نی چون حکایت می کند وز جدایی ها شکایت می